خب من تو کانفیگ قبلیمون متوجه شدم، تو کانفیگ MSW متوجه شدم که آیدی رو فراموش کردم برای تو دو بذارم و خب تو اپ ما مهمه، پس این آیدی ها رو اضافه میکنم و تو پروژه استارتری که داریم اینا رو اصلاح میکنم و میتونی استفاده کنی. و تایپی که با هم نوشتیم اینجا من میام و آیدی از نوع استرینگ رو بهش اضافه میکنم، چون حالا کار با آیدی خیلی راحت تره. آیدی مونم یه عدد چیز خاصی نیست و اینجا هم آیدی رو میذارم. اینجا هم به جای ایندکس هم دیگه میتونیم از آیدی استفاده کنیم به این شکل. و الان لیست ما دیگه آیدی داره، میتونیم ببینیمش. وقتی کلیک کنیم روش وارد آیتمش میشه. حالا ما میخوایم یه دونه آیتم رو بگیریم، مشابه کاری که با تو دو کردیم، تو گرفتن لیست تو دو کردیم. این دفعه میام یه هوک داخل آرکیو می‌نویسم به اسم use to do item. این هوک این دفعه یه دونه آیدی میگیره که ما اینو آپشنال میذاریم و بعد از اون کانست use query. خب مجدد query فرمون رو اگه یادتون باشه قبلا نوشتیم تو API get to do و get query کیمون هم get item دقیقا همین استفاده میکنیم get to do. فقط یه موردی که هست، الان این یکی دیگه یه دونه پارامتر میگیره و ما query fnمون قرار شد که پارامتری نگیره، پس ما میتونیم به جاش این شکلی رو بنویسیم و آیدی رو اینجا بهش پاس بدیم. خب و الان میتونیم استفادهش کنیم. و بعد از اون یه دونه query کی داریم که این query کی ما اگه یادتون باشه to do list get item و آیدی. خب آیدی رو گفته آپشنال نمیتونه باشه. خب ما یا میتونیم اینو اینجا حذف کنیم، اینکه اینو اینجا نگه داریم و اینو اینجا بزنیم، اینو اینجا بزنیم و میدونیم که آیدی رو اینجا داریم. حالا دلیل اینکه آپشنال گذاشتمش رو بعد توضیح میدم. الان دیتای ما از نوع to do یا undefined. از کجا فهمید؟ از اون جایی که این داره to do item برمیگردونه و اینو هم ما اینجا تعریف کردیم، پس بک‌کوری کامل رو متوجه میشه. خب و میایم و این دیتا رو ریترن میکنیم و ایز لودینگ رو هم اینجا قرار میدیم. خب میریم تو پیجامون، تو دو پیج و اینجا استفادهش میکنیم use to do item و data. خب یه نکته الان هست، من اگه بیام اینجا inspect بگیرم و رفرش کنم، همونطور که می‌بینید داره به to do undefined request میزنه و طبیعتش اینه، طبیعتاً هم داره 404 میده API ما. خب باید ما بیایم پارامتر to do رو اینجا پاس بدیم یعنی از use پارامتر ID رو بخونیم و ID رو اینجا پاس بدیم و الان ببینید درست شد و دیتا داره میاد، میتونیم ببینیمش. دلیل اینکه اینو آپشنال اینجا گذاشتم هم تست این مورد بود، هم کنترل یه چیزی. شما ممکنه به هر دلیلی مثل این مورد خاص API تون به یه چیز دیگه نیاز داشته باشه. مثلا
اینجا فرض کنید ما میخواستیم یه لیست از یوزرها بگیریم و بعد آیدی اون یوزر رو بذاریم اینجا. خب ما تا وقتی که آیدی اون یوزر رو نداریم نمیتونیم اینجا دیتا قرار بدیم، درسته؟ پس اون API ما باید ثبت کنه. و اگه یادتون باشه اینجا اومدیم و یه فاز معرفی کردیم به اسم paused برای کوئری، یه استیت که تو این استیت کوئری خوابه و منتظر یه چیزی. چجوری ما اینو هندل کنیم؟ با یه پارامتری به اسم enabled و میگیم که وقتی آیدی داریم فقط اینو enable کن. الان شما نگاه کنید، من رفرش میکنم، آیدی داریم میاد و دیتا ها هم داریم همونطور که میبینیم. و اگه به هر دلیلی بیام تو این to do page و این آیدی رو از اینجا برمی‌دارم، ببینید دیگه ریکوستی زده نمیشه. من رفرش کنم هیچ ریکوستی زده نمیشه برای اون تو دو. چرا؟ چون API الان کوئری ما خوابه و به اصطلاح پاوز شده و اینیبل نیست. و خب دلیل اینکه من این علامت تعجب اینجا گذاشتم، گفتم آقا من حواسم از طریق این اینیبل هست که همیشه آیدی اینجا پر باشه اینجا هم پر باشه و قرار نیست وقتی آیدی خالیه اصلا این API کال بشه، در حالت خوابه. خب ما دوباره میریم تو این تو دومون این آیدی رو میذاریم از لودینگ رو صدا میزنیم، صدا نفتنی میخونیم شد اینجا از اون مجدد مشابه اون حالت اگر از لودینگ بود یا متر دیتا بود بیا و دیوی نشون بده به اسم لودینگ دیتا باشه justify center activation center و screen و در غیر این صورت خود دیتا رو بیایم استفاده کنیم. بیایم حالا چون دیتا زیادی نداریم بذاریم یه max w 300 پیکسلی بهش بدیم، MX فوتو این وسط داشته باشیمش. بعد از اون یه دیو داریم، این دیو flex و justify between داره و اینجا یه پاترن تعریف میکنیم. تو این پاترن میزنیم delete و اینجا هم میگیم اگر data is done باتن رو فعلا اینجا میذاریم، حالا پرفورمش هم میرسیم. بعد با یه دونه چار تایتل رو میذاریم که لست نیمش تکست بیس باشه، فونتش بولد باشه و بعد از اون بدون پی داریم، فونتش بولد نباشه ولی سسم باشه و با دی بذاریم و بی 6 پیکسل از پایین و اینجا هم یه بوردر گره 300 بهش میدیم. در واقع بوردر بی فقط بوردر باتمانی هست. خب این از حالا تو دو خیلی کوچولو و جمع و جورمون.
بذاریم بی دوباره بهش بدیم. اینجا آیتم های کاملش اومده تو دوم چه شکلیه. بیایم به اینم بذاریم یکم رنگ و لعاب بهش بدیم. تکستش وایت باشه، پیکسش 2.5 باشه و هیچ رنگ دیگه باشه. میدونم مثل این سایت های HTML قدیمی شده، ولی البته ما خیلی UI UX نیست، بیشتر بحث بکوئریه. خب اینجا ادیتو داریم و بگیم به این بالاشم که یه پدینگی بدیم دیلیت آیتم و یه این دکمه دان و آندان شدن هم داشته باشیم اینجا. خب میکنم یه مقدار دوپلیکیت داریم ولی فعلا اوکیه. و اینجا از دیتا خب این الان دانه یه دونه اتمز سنتر هم ببین که الان متمرتب تر حداقل به نظر میرسه. یه مرتب نیست ولی خب این الان تو دومون دوباره دیتا لود میشه. خب گفتیم که تو آنماونت شدن در واقع تو ماونت شدن مجدد کوئریمون دیگه تو فاز لودینگ نمیره اگر که دیتا اوردی استیل شده باشه. الان شما ببینید، بذارید من پاس کنم نتورک یه دور رفرش میکنم. خب تو فاز لودینگ میاد، دیتا ها رو داریم. الان من بزنم اینجا دوباره تو فاز لودینگ دیتا ها میاد. اگه برگردم میبینید فقط فاز فچینگ فراخوانی میشه و ما اوردی دیتا ها رو داریم، اینا فقط بروز میشن. خب این حالا یه مزیت خوبه، اینه که تو ماونت شدن مجدد ما اینو بذاریم. خب حالا مثلا من 7 رو انتخاب کنم، حتی ببینید اینجا این اومد. اگه من مجدد برم تو 7 ببینید این 7 هم میره تو فاز فچینگ و دوباره اون لودینگ فراخوانی نمیشه و در نتیجه یوزر میتونه ببینه دیتا رو، در عین حال دیتا هم براش بروز میشه. خب فکر میکنم حالا اون کلیات بحث کوئری های ریاکت گفته شد. بحث ریترای کردن کوئری ها رو داریم که خب مربوط به فیل شدن کوئری هست. یعنی شما وقتی یک کوئری فیل میشه به هر دلیلی، مثلا نتورک ارور دارین، سمت بک اند 500 میگیرین، با دیفالت یک کوئری میره و 3 بار ریترای میکنه. یعنی 3 بار بعد از فیل شدن میره API رو صدا میزنه که خب احتمال فیل شدنش رو میاره پایین و خب همین هم باز قابل کاستومایزه. شما میتونید ریترای فالس بذارید، میتونید یه عددی بذارید، میتونید ترو بذارید که به صورت بی‌نهایت ریترای کنه، یا میتونید بر اساس یه فانکشنی بنویسید که بر اساس ارورمون و فیلر کانتمون بگیم آقا ریترای کنه یا نه. خب این مکانیزم هم داریم. بحث پیج نیت کوئری ها رو داریم، اینفینیت کوئری ها رو داریم که خب حالا اینا رو فعلا بهشون نمیپردازیم. بحث اینیشیال کوئری ها رو داریم. خب این قابلیت هم به ما میذاره ما اینیشیال دیتا تعریف کنیم برای کوئریمون. پلیس هولدر دقیقا مثل اینیشیال دیتا است، منتها برای حالتی که شما یه مقداری از دیتا رو داریم. شما فرض کنید مثلا میخواید یه پست رو در واقع بلاگی داریم، سیستم بلاگی داریم و تایتل اون بلاگ رو داریم و میخوام وقتی رفتین تو اون صفحه تایتل رو درجا نشون بده و محتواشو بعدش لود کنه. خب با این پلیس هولدر میتونیم این کار رو انجام بدیم. و حالا میریم سر بحث میوتیشن ها، که چجوری من این در واقع تو دو رو دلیتش کنم، چجوری دان یا آندانش کنم و حالا
چجوری مثلا من یه دونه تودو جدید بسازم که خب همه اینا رو تو بخش میوتیشن ها بهش میپردازیم. این مواردی هم که خب حالا خیلی سریع ازشون گذر کردم به خاطر اینه که حالا سریعتر بریم سر بحث میوتیشن ها، بتونیم با کاملتر توضیح بدیم و خب این موارد رو حالا رفتیم جلوتر بیشتر ازش مثال توضیح خواهم داد، ولی فعلا حالا بریم سر بحث میوتیشن ها تا بتونیم دیتامون رو به روز رسانی کنیم و حالا مثال از میوتیشن هم ببینیم.